قصه دو عاشقی که به هم نرسیده اند. ادیبه و فردوس. من ادیبه، سال تولدم 1999، زاده شهر وحدت، دهه کافرنیان هستم. من در صنف 8 میخواندم. روزی با یک دوگانه ام به مغازه رفتیم و خرید کرده از مغازه بیرون شدیم. کناری راه آمده ایستاده بودیم که یک جوان با ماشینش پیش راه ما را گرفت و از ماشین بیرون شد و به ما نزدیک شد و روبروی من ایستاد و گفت: سلام دخترک زیبا، تو رو یک لحظه ممکن؟ من گفتمش: تو مگر دیوانه ای؟ گفت: بله دیوانه تو هستم. گفتمش: چی میخواهی از من؟ از کیسه‌اش یک نوشتجاتی را به من دراز کرد و گفت: این را بگیر و کدام وقتی مناسب یافتی به من زنگ زن. من گفتمش: یکم اینکه به من این لازم نیست، دوم اینکه من تلفن ندارم، سوم اینکه اگر خانواده ما خبر شوند احوالم را بد میکنند. او گفت: تو یک مرتبه زنگ زن، برای من کفایه است. گفته نوشتجات را به من داد و سوار ماشین شده رفت. من با همراهی دوگانه ام به خانه آمدیم و از بین چند مدت گذشت. روزی تلفن مادرم را دزدیدم و پنهانی و همان رقم زنگ زدم که گوشی را برداشت و سلام علیک پرسیدم. او گفت: نشناختمت. و من گفتمش: رقمهایت را میدهی، زنگ زن میگویی و باز نمیشناسی. گفت: اکنون شناختمت. گفته مرا احوال پرسی کرد و گفت: چی نام داری؟ من گفتم: ادیبه. نام شما چی؟ گفت: فردوس. بگو اکنون چی گپی مهم داری؟ گفت: مدت زیاد است که دنبال تو هستم. گفتم: چرا دنبال من هستی؟ مگر یگان بدی دیدی از من؟ گفت: نه، تو مرا نادرست نفهم. تو به من بسیار محقولی. گفتمش: آخر من حالا کودکم، صنف 9 میخوانم. او گفت: هیچ جای خواطریش نیست، بزرگ میشوی. گفتم: تلفن هم ندارم. گفت: تلفن نوت میخرم. گفت: همین گونه صحبتمان گرم شد. روزها میگذشت و او آهسته آهسته عادت کردم و یک روز به من تلفن نو خریده آورد تا اینکه تلفن مادرم را استفاده نبرم. از بین روزها ماهها میگذشت. او باشد در همین راهی پیش خانه امان که به مرکز می رود در تاکسی کار میکرد. من که ناگهانی اگر سری راه یا کوچه می برآمدم، کرته کوتاه یا آستین کلته را در بدن من می دید. خود را دیوانه می کرد. چقدر بدرش بود. یک روز زمستانی با کوچه برآمدم با کرته اطلسی کوتاه، آستینش هم کوتاه. ناگهانی مرا دید. برف را کلوله کرده در میانم زد. دویده به خانه در آمدم و 1، 2 یا 3 ساعت گریه کردم. زنگ زده گفت: یک مرتبه دیگر اگر میبینمت با این سر و لباس، سرت را از تنت جدا میکنم. گویان گفته سرزنشم کرد. آنچنان ترسان شده بودم که خیال میکردم حاضر به سرم میآید با همین قدر سیاست و بدرشکیش. آنچنان عاشقش شده بودم که
هر چیزی که میگفت از کفش بیرون نمیشدم. روزها میگذشت. سالها میگذشت. من هم مکتب را ختم کردم. او هم با مهاجرت مهنتی و فدراسیون روسیه رفت. از آنجا هم زنگ میزد. صحبت میکردم. روزی به خانه امان و خواستگاری آمدند و مادرم گفت چی میگویی؟ گفتم مادر جان، من فردوس را دوست می‌دارم و اینها جوابی رد دهید. مادرم به من گفت دخترم، تو بگو دوست پسرت را خواستگارهایش را روان کنند. میلش، من یک علاجش را یافته و آنها جوابی رد می‌دهم. من باشم دوان تلفن را گرفته و فردوس زنگ زدم. گفتم فردوس خوب هستی؟ گفت خوبم. گفت چرا اینقدر سر و سیمه گپ میزنی؟ گفتمش فردوس جان، با من خواستگاری آمده‌اند. حالا در خانه نشسته‌اند. جواب مرا انتظارند. التماس خواستگارهایت را فرست. گفت ادیبه، اول اینکه من حالا سر و سیمه نیستم. دوم اینکه من باید خانه سازم در علاحدگی. بعد عائله برپا کردن را فکر میکنم. گفتم آخر من و پدر و مادرم چی میگویم؟ گفت اگر سر و سیمه باشی شوهر کن. تلفنش را در روی من خاموش کرد. بعد از خاموش کردن تلفنش خیال کردم دنیا با سرم چپه شد و دلم را کسی زنده به زنده از تنم جدا کرد. به ایست میگریستم و اشک از چشمانم به اختیار جاری میشد. مادرم گفت دخترم، چرا اینقدر اشک میریزی؟ به خاطر نفری که برابر یک قطره اشک تو ارزش ندارد. در این سخن مادرم داد زده با آوازی بلند گفتم نه، ما همدیگر را دوست می‌داریم. مادرم گفت اگر اینقدر مطمئنی یک مرتبه دیگر زنگ زن. کنی این مرتبه چی میگوید؟ باز 2 مرتبه دیگر زنگش زدم، اما متاسفانه تلفنش را خاموش کرد. دردم دوچند شد. جگرم میسوخت با رفتار و کردار فردوس. اما چه علاج؟ به تقدیر تن بدهم. گفتم مادرم حالی مرا دیده از خانه بیرون شد و به نزد خواستگارها رفته و پدرم گفته است خاموش است، چیزی نمیگوید. اما پدرم گفته است خاموشی علامت رضاگی است. خواستگارها جواب قناعت بخش را شنیده یک و یک باره مصلحت همه لازمه توی را مصلحت کرده از خانه بیرون شدند. 1-2 روز هم نگذشت که چیزهای لازمه را آورده گفتند روزی توی را همین هفته میمانیم. اهل عائله ما هم راضی شدند و روزی توی را همان هفته گذاشتند. هفته تمام شد و توی سر شد. باور کنید توی در نظرم عموما عجیب نبود. هوش و خیالم تنها در فردوس بود، ولی دیگر علاجی نداشتم. توی هم برگزار شد. زندگیم در اول خوب بود و آهسته شوهرم شبها تلفنش را گرفته و بیرون می‌آمد. ساعتها گپ می‌زد. میگفتم چی میکنی؟ با کی گپ میزنی؟ در پنهانی. بیا همینجا گپ زن. آخر میگفت با دوستانم گپ میزنم. تو چه حق داری مرا بازپرسی میکنی؟ گفته مرا میزد، اما حیات زندگی است گفته طاقت میکردم. ولی روز تا روز
احوالم بد شد. اما من حامله دار بودم. در بطنم فرزند داشتم. اما بالای حاملگیم همه زد. ولی سکوت میکردم و میگفتم الله انصافش ده. ولی نشد. مرا به خانه عمو آورد و گفت کی تولد کردی؟ بعد آمده با فرزندت میبرم. چند مدت پس بیمار شدم. بیماری کودک و بیمارخانه بودند. خدا را شکری به اندازه. پسردار شدم. گفتند زنگ زن و پدرش و بابای بیبیش تبریک کن تا زودتر بیایند. زنگ زدم اما کسی نآمد و چند روز پس از بیمارخانه جواب دادند. به خانه پدرم آمدم. روزها میگذشت. ماهها گذشت. اما نه شوهرم نه خوش‌دامنم و نه خسرم آمدند و نه زنگ زده پسرش را میپرسید و نه نبیره‌شان را میپرسیدند. پسرم بزرگ شد و بعد از 8 ماه